به نام خدا. سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از دوره مدارهای منطقی در کانال کامپیار. امروز میخوایم راجع به عملیات‌های ریاضی جمع، تفریق، ضرب و تقسیم برای اعداد باینری یا دودویی صحبت بکنیم و ببینیم که توی این سیستم عددی این عملیات‌های ریاضیاتی به چه صورت انجام میشه. اول از همه میریم سراغ جمع. بیایم با هم یه صحبت بکنیم. اعداد باینری کلا دو تا رقم داشتن، 0 و 1. من وقتی میخوام دو تا عدد رو با هم جمع بکنم توی اعداد باینری، یعنی دو تا عدد یک رقمی که فقط 0 و 1 میتونه باشه، اگر 0 و 0 رو با هم جمع بکنیم که جواب میشه 0، واضحه. اگر 1 رو با 0 جمع بکنیم معادل همون 0 با 1، توی جمع جایگاه اهمیتی نداره که جوابش میشه 1. ولی اگر بخوایم 1 رو با 1 جمع بکنیم جواب میشه 2، که خب ما تو اعداد باینری 2 نداریم. برای نمایش 2 از 1 0 استفاده میکنیم. پس اگر من دو تا عدد باینری رو زیر هم بنویسم و بخوام جمع بکنم، مثل مبنای دسیمال که یک عدد از 10 بیشتر میشد، یکانش رو مینوشتیم و 10 گانش میرفت به عنوان رقم انتقالی، الان هم میگیم 1 به اضافه 1 0 میاد پایین به عنوان یکان، و رقم دیگه میره این بالا 1 که میاد پایین میشه 1 0. حالا با این توضیح کوچیک بیایم جمع این دو تا عدد رو انجام بدیم. خب 1 و 1 رو من بخوام جمع بکنم جمعشون میشه 2، پس یه 0 باید بیاد اینجا، یه 1 بیاد اینجا. همین اتفاق میفته. حالا این 1 باید جمع بشه با این 1، دوباره جواب میشه 2، یه 0 میاد اینجا، یه 1 میاد اینجا. الان باید 3 تا 1 رو با هم جمع بکنم. بچه جمع 3 تا 1 میشه 3 که توی مبنای باینری میشه 1 1. پس یه 1 میاد اینجا، یه 1 هم میاد اینجا. دوباره 1 و 1 میشه 2، یه 0 اینجا، یه 1 اینجا. 3 تا 1 میشه 3 که میشه 1 1، یه 1 اینجا، یه 1 هم اینجا. 1 و 1 میشه 1 0 و چون آخرین رقم 1 0 میاد اینجا. پس جمع اعداد باینری به همین سادگی قابل انجامه. و نکته هم که وجود داره، به این ارقامی که این بالا میان به عنوان اینکه عددمون از یک رقم بیشتر میشه بهشون ارقام کری میگیم. بریم سراغ تفریق. برای تفریقم من باز توضیح خاصی نداره، یعنی از همون جمع میشه استفاده کرد. الان 1 رو منهای 1 بکنیم میشه 0، خیلی واضحه. الان میخوایم 0 رو منهای 1 بکنیم. توی مبنای دسیمال من مثلا میخواستم 132 رو منهای 9 بکنم، چیکار میکردم؟ میگفتم 2 از 9 کوچیک‌تره، از رقم کناریش یه 10 قرض میگرفتم، رقم کناری خودش میشد 2، این میشد 12، بعد میگفتم 12 منهای 9، این میشد 3، بعد باقی ارقام رو مینوشتم. الان هم یه همچین کاری میکنم، 0 از 1 کوچیک‌تره، پس از رقم کناریش یه دونه قرض میگیرم، خودش میشه 10 که همون 2، 2 منهای 1 میشه 1، یه 1 اینجا میذارم. حالا دوباره 0 منهای 1 نمیشه، از 1 یه دونه 1 قرض میگیرم، این میاد اینجا، 1 قرض نمیگیرم، در واقع یه اولین عدد دو رقمی رو قرض میگیرم. اینجا میخواستم از 3 قرض بگیرم، اولین عدد دو رقمی مبنای 10 بود، یه 10 قرض میگرفتم، با این جمع میکردم. الان من پس یه 1 0 قرض میگیرم، با این جمع میکنم که خودش میشه 1 0 که 2 منهای 1 1. حالا این نمیتونه، این که میشه 0 چی؟ 0 1 نمیتونه، باید بیاد از این قرض بگیره، این خودش 0 نمیتونه، از این یه دونه قرض میگیره، خودش میشه 1 0، یه دونه کم میکنم بشه 1، یه 1 0 میده به این. حالا 1 0 که 2 منهای 1 میشه 1 1 میاد و کار تمام میشه. به همین صورت تفریق رو هم میتونم به سادگی انجام بدم و به این ارقامی هم که این بالا تشکیل میشن توی حالت تفریق ارقام بارو گفته میشه. پس توی جمع کری، توی تفریق بارو. اما توی ضرب به مراتب بسیار راحت تره. ما توی مبنای دسیمال چجوری ضرب میکنیم؟ مثلا 123 رو میخوایم تقسیم بر 4 بکنیم، میگیم که 4 3 تا، یعنی یه بار تو این ضرب میکنم 12 تا، یکیش میاد اینجا. میام 4 2 تا 8 تا، یه بار تو این ضرب میکنم با 1 9 تا.
بعدم تو این ضرب میکنم، میگم 4 یکی 4 تا میاد اینجا. اگرم چند رقمی باشه یه بار یکان، بعد مثلا اگه اینجا 34 بود یه صفر میذاریم، این دوباره تو این ضرب میشه، این تو این ضرب میشه و این تو این ضرب میشه و همینطوری ادامه پیدا میکنه. توی مبنای باینری هم همینطوریه. من الان این رقم رو انتخاب میکنم 0، میگم تو رو باید تو همه اینا ضرب بکنم. خب 0 تو هر چیزی ضرب بشه 0 میشه، پس اینجا فقط 0 قرار میگیره. میگم اوکی. حالا نوبت این رقمه 1. خب 1 تو هر چیزی ضرب بشه میشه خودش، پس دوباره همین ارقام رو ایرن می نویسم. پس ببینید اصلا یه جوری الگو در اومد. وقتی دو تا عدد باینری رو ضرب میکنیم، عدد پایینی اگر رقمش 0 بود هیچ اتفاقی نمیفته، 0 میاد. اگه 1 بود با توجه به این صفرهایی که اینجا قرار میگیره و شیفتی که داریم خود عدد بالایی نوشته میشه. الان دوباره 0 داریم، پس 0 قرار میگیره. 1 داریم، خودش قرار میگیره و همه اینا رو با هم جمع میکنیم و جمع رو هم که یاد گرفتیم. میگه الان مثلا اینجا 1 و 1، 2 یه 0 میاد اینجا، یه 1 میاد اینجا که رقم کریه. 1 و 1 0، یه 2 0 میاد اینجا 1 میاد. 3 تا 1 3 که 1 1 یه 1 میاد، یه 1 اینجا، این 1 میاد اینجا و یه 1 هم که از قبل بوده میاد اونجا. پس ضرب عدد باینری بسیار ساده است. انتهایش باید یک جمع رو هم به روشی که یاد گرفتیم انجام بدیم. و در نهایت تقسیم عدد باینری. تقسیم هم خیلی ساده است. توی مبنای دسیمال تقسیم رو چجوری انجام میدیم؟ مثلا میگیم 123 تقسیم بر مثلا 42. چیکار میکنیم؟ میایم اینجا یک عددی پیدا میکنیم که یک امی مثلا که وقتی ضرب در 42 میشه یک عددی تشکیل بده که اینو تفریق کردیم، یک باقی مانده‌ای به من بده که این باقی مانده از 42 کوچکتر باشه. الان هم باید همین کار رو بکنیم. البته تفکیک رقمی هم داریم دیگه. مثلا اینجا چون 4 رقمه، من از اینجا باید 4 رقم انتخاب کنم. مثلا یه مرز اینجا در نظر میگیرم. الان باید یک مقداری اینجا قرار بدم که توی این ضرب بشه و اینجا نوشته بشه. خب 0 که نمیتونم بذارم چون 0 میشه، پس خود 1 رو میذارم. خود 1 رو میذارم، همین 1 0 1 اینجا نوشته بشه و تفریق رو به روشی که یاد گرفتیم انجام میدیم. این باید بشه 0، این باید بشه 1 0، اینجا یه دونه 1 باید بیاد، اینجا 0 باید بیاد، بنویسم اینجا 1، اینجا 0، اینجا 1 و اینجا هم 0. پس 1 0 1 قرار میگیره. خب حالا باقی مانده که قاعدتا از این کوچیک‌تره. میرم سراغ رقم بعدی. این 1 میاد اینجا قرار میگیره. حالا باید اینجا رقمی بذارم که در این 1 0 1 ضرب بشه و اینجا نوشته بشه و تفریق بشه. دوباره 0 که نمیتونم بذارم، پس یه 1 دیگه میذارم، 1 0 1 نوشته میشه، تفریق رو انجام میدم که میشه 1 0. میرم سراغ رقم بعدی. 1 رو اینجا مینویسم. حالا اینجا دیگه نمیتونم 0 یا 1، اینجا دیگه نمیتونم 1 بذارم چون عددی که نوشته میشه از این عدد بزرگتره. پس یه دونه 0 میذارم و میرم سراغ رقم بعدی و اینجا مینویسمش. حالا دوباره یه دونه 1 میذارم، 1 0 1 و اینا رو تفریق میکنم و در نهایت به باقی مونده کار میرسم که این 1 0 باقی مونده است و این 1 0 1 هم خارج قسمت منه. این عددم که مقسوم بود و این عدد هم مقسومون الی. پس تقسیم هم در کل پیچیدگی زیادی نداره، فقط اینجا باید ارقام درست رو بذاریم و تفریق رو به روشی که بلدیم انجام بدیم. و مثل مبنای دسیمال هم اگر در میانه راه باقی مانده و رقم کمکی که اومد بهش چسبید باز از این عدد مقسوم الی کوچکتر بود، سراغ رقم بعدی میریم و از یه دونه 0 اینجا کمک میگیریم. این بود از ویدیو امروز. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب بکنید و نظر یا سوالی داشتید حتما توی کامنت ها بنویسید که به رشد کانال بسیار کمک خواهد کرد. امیدوارم روز خوبی داشته باشید و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.